داستان ششم، خدا برای اسحاق مهیا می سازد. وقتی ابراهیم بسیار پیر شده بود، پسرش اسحاق مرد جوان شده بود. پس ابراهیم یکی از غلامان خود را به سرزمینی که خویشاوندانش در آن زندگی می کردند فرستاد تا برای پسر و اسحاق همسری بیاورد. پس از یک سفر بسیار طولانی به سرزمینی که خویشاوندان ابراهیم در آن زندگی می کردند، خدا آن غلام را به طرف ربکا راهنمایی کرد. او نواسه دختری برادر ابراهیم بود. ربکا قبول کرد که فامیل خود را ترک کند و همراه غلام به خانه اسحاق برود. همین که ربکا رسید، اسحاق با او عروسی کرد. پس از یک مدت زمان طولانی ابراهیم فوت کرد. سپس خدا پسر ابراهیم اسحاق را به خاطر عهدی که با ابراهیم بسته بود برکت داد. یکی از وعده‌های خدا به ابراهیم در آن عهد این بود که او نسل بیشمار خواهد داشت. اما ربکا خانم اسحاق نمی‌توانست صاحب اولاد شود. اسحاق برای ربکا دعا کرد و خدا به او اجازه داد تا حمل دوگانگی بگیرد. آن دو طفل قبل از اینکه به دنیا بیایند در رحم مادر خود با هم جنگ می‌کردند. پس ربکا از خدا پرسید چه اتفاقی می‌افتد؟ خدا به ربکا گفت تو 2 پسر به دنیا خواهی آورد. اولادای آنها 2 ملت مختلف خواهند شد. آنها با یکدیگر در جنگ خواهند بود. اما ملتی که از پسر بزرگتر تو به وجود می آیند باید از ملتی که از پسر کوچکتر به وجود می آیند اطاعت کنند. وقتی پسران ربکا به دنیا آمدند، پسر بزرگتر سرخپوست و پرموی بود. آنها نام او را عیسو گذاشتند. سپس پسر کوچک که کروی پای عیسو را محکم گرفته بود به دنیا آمد و آنها نام او را یعقوب گذاشتند.